بانک کرونا ویروس مردم جهان را به پوشانیدن دهان و روی وادار کرده است. بعضی‌ها برای ساختن نقاب‌های بهتر به فناوری‌های نو رو آوردند. شرکت LG در کره جنوبی نقاب ساخته است که بطری دارد و شما را کمتر آزار می‌دهد. با گفته شرکت این نقاب نفسگیری را آسان می‌کند و نمی‌گذارد عینک نقاب مثل نقاب‌های معمولی از حول دهان تیره شود. این فیلتری H13 HEPA دارد که در بعضی ابزار پاکسازنده هوای خانه استفاده می شود. دو فیلتر مانع گذشتن آلودگی های می شود که نفس می گیرید. نقاب کمک می کند که شما راحت نفس بکشید چون با سنسور نفس کشی و محرک خرد هواکشی مجهز شده است. نقاب قوطی خاصی دارد که بطری از آن نیرو میگیرد و خود نقاب با نورهای فرابنفش پاکسازی می شود. LG میگوید قوه بطری برای استفاده معمولی تا 8 ساعت و برای استفاده حداکثر تا 2 ساعت کفایت می کند. نقاب مذکور آخر امسال وارد بازار می شود. شرکت LG هنوز قیمتش را تعیین نکرده است. این زمان در ویتنام 3 دانشجو خود محافظتی برای طبیبان ساختند تا آنها از ویروس امین باشند. خود محافظتی ویهلم امکان می دهد که دست خود را در داخل آن اندازید، عرق روی و روبند کلاه را پاک کنید. کلاه بسته و صاحبش از سرایت ویروس امین می ماند. تفاوت بزرگ خود محافظتی این است که قوطی دست پوش دارد. دستتان را به هیچ خطر بر روی خود می رسانید. مثلا دوک می تواند عینک‌هایش را در داخل خود درست کند. ما می توانیم داخل آن بسته های غذا گذاریم و با کمک دستپوش ها غذا بخورید و آنهایی که در جبهه اول کار می کنند توانی ادامه کار داشته باشند. این 3 دانشجو در آزمون برای محافظت کارمندان طب از ویروس در ویتنام پیروز شدند. خود به لوله ابزاری پاک سازنده هوا وصل شده است تا هوای آلوده با آن وارد نشود. ارزش همه این $300 است. یک شرکت استحصال ابزار محافظتی در ویتنام گفته است که در تولید صنعتی آن به دانشجویان کمک می‌کند.